ساکن نویای بلجوان عبدالمدرس 13 ساله از دهه زرنسار و داماد 33 ساله خانواده آنها ظفر شریپوف از دهه دیودار روز هفتم نوامبر در بیمارستان بیماری‌های سرایتی کولوب درگذشتند. هر دوی آنها و همچنین همسر ظفر شریپوف بیبی زینب عبدالعزیز و کودک شیرمک آنها بیبی نسای ظفر را روز ششم نوامبر با علتهای ضرورتشوی از استعمال خوراک ویران شده به بیمارستان آورده بودند. در این باره روز 11 نوامبر خبرنگار آزیا پلوس در کولوب بلال شمس خبر داد. بنا به اطلاع او وضع همسر و فرزند ظفر شریپوف بهتر شده، دیگر به حیات آنها تهدید جدی باقی نمانده است و هر دو را از بیمارستان بیماری‌های سرایتی به شفاخانه ولایتی گذرانیدند. تا حال معلوم نیست که این خویشاوندان نزدیک از چه ضرر شدند. بنا به گزارش آزیا پلوس، ظفر شریپوف همراه همسرش بیبی زینب و کودک شیرمکشان بیبی نسا از دهه دیودار به خانه پدر عروسش به دهه زرنسار مهمانی رفتند. بعد استعمال خوراک در مهمانی وضع سلامتی عرصه آنها و دادر 13 ساله بیبی زینب عبدالمدثر یک باره بد شده است و همه آنها را برداشته به کولوب و بیمارستان بیماری‌های سرایتی آوردند. طبیب این بیمارستان سعیدوف به آزیا پلوس گفت آنالیزهای همه 4 نفر را به آزمایشگاه جمهوریوی فرستادند و تشخیص اولیه سبب زهرآلودشوی آنها را زهرهای کیمیایی نشان داده است، ولی پاسخ دقیق‌تر تا حال نیست، گفته سعیدوف. مدیر مرکز سانیتاری و اپیدمیولوژی نویای بلجوان بهروز خولوف گفت برای معلوم کردن سبب‌های زهرآلودشوی این 4 نفر کمیسیه مخصوص تشکیل شده است. ما به قشلاق آنها رفته خانه را که آنها آنجا زهرآلود شدند تفتیش کردیم، ولی در آنجا نه یگان زهر کیمیایی و نه یگان خیل محصولات کنسرو شده پیدا نکردیم. تنها قرود، خرما و سیب یافتیم که نمونه آنها را هم برای تفتیش فرستادیم، گفت بهزاد خولوف. قبلا کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که 9 ساکن دهه شلولوی جماعت بلخاب نویای مومن‌آباد به علت استعمال خورش یا سلط نوی زیرابای زهرآلود شدند. بنا به اطلاع کمیته ولایت‌های فوق‌العاده روز 8 نوامبر از ساعت 6 صبح تا 2:53 پای هم 9 ساکن دهه شلولو را با علامت‌های زهرآلودشوی در بیمارستان بیماری‌های سرایتی شهر کولوب بستری کردند. بیماری همه آنها همچون زهرآلودشوی از استعمال محصولات خوراکواری ویران شده تشخیص گذاشتند. گفته می شود ساکن از همه خردسال زهرآلود شده همگی 6 سال داشته، از همه کلان سالش زنی است که 64 سال دارد. همه آنها فعلا در بیمارستان قرار دارند. وضع سلامتی آنها را طبیبان معتدل ارزیابی میکنند. طبیبان میگویند در صورت رعایت نشدن معیارهای تازگی استفاده از محصولات دارای مواد کیمیایی زیاد در داخل کنسرو و تجزیه‌های کیمیایی میگذرد و غذای خوشخور به زهر تبدیل شده میتواند. در تاجیکستان به دلیل گران و کمچین شدن میوه و سبزیجات در زمستان در فصل تابستان این محصولات را در شکل کنسرو ذخیره میکنند. این تا اندازه مشکل ذخیره غذا را حل میکند، ولی عاری از خطر هم نیست.